شما باید حالا این را ترک نموده و به کشور اصلیتان برگردید. برای اینکه مطمئن گردیم که آیا شما به کشور درست برمیگردید، شما نزد یک نماینده کشوری که ما فکر میکنیم شما از آنجا هستید حضور می آورید. در این فیلم ما برای شما معلومات لازم را ارائه می نماییم. برای شما نامه آوی دعوتنامه جهت اشتراک در یک صحبت فرستاده شده. این صحبت با یک یا چند تن از نمایندگان کشوری صورت می گیرد که شما به گمان اغلب از آن کشور هستید. این مصاحبه در سفارت یا یک اداره دولتی صورت می گیرد. محل ملاقات در دعوتنامه تذکر یافته است. هدف این صحبت آن است تا این موضوع ثابت گردد که آیا شما واقعاً از کشور مورد نظر هستید؟ بر اساس این صحبت ممکن است که اسناد سفر برای شما صادر گردد. در بعض حالات ممکن است که سرویس اداره ترانسپورت دولتی DFNO شما را به محل ملاقات انتقال دهد. در محل مصاحبه یک کارمند دولتی شما را راهنمایی خواهد نمود. این هم ممکن است که شما به شکل مستقل با ریل سفر کنید. زمانی که رسیدید می توانید که در اتاق انتظار منتظر بنشینید. در آنجا شخص مسئول دنبالتان خواهد آمد. مصاحبهتان با یک یا چند تن از نمایندگان کشوری صورت می گیرد که شما به گمان اغلب از آن کشور هستید. برای این نماینده در زمینه درخواست اسناد سفر همان معلومات داده شده که شما از آن آگاهی دارید. در جریان این مصاحبه یک یا چند تن از کارمندان اداره برگشت و خروج نیز حضور خواهند داشت. ممکن است که این نماینده تقاضا نماید که می خواهد تنها امرای شما صحبت کند. این کار تنها در صورت ممکن است که شما به کارمند اداره برگشت و خروج در این زمینه اجازه بدهید. سوالهایی که از شما صورت می گیرد به منظور این است تا مشخص گردد که آیا شما واقعاً از کشور مورد نظر هستید یا خیر. شما سعی نمایید تا سوالها را به درستی جواب بدهید. لازم نیست که در مورد علت آمدنتان به هلند معلومات ارائه کنید. اگر شما اسناد داشته باشید که بر اساس آن روشن گردد که شما از کدام کشور هستید، می توانید که این اسناد را نشان بدهید. اگر در زمینه مصاحبه سوال و یا گفتنی داشته باشید، می توانید که در جریان صحبتتان با کارمند اداره برگشت و خروج آن را مطرح نمایید. بعد از ختم صحبت شما دوباره انتقال می‌یابید و یا می توانید به شکل مستقل سفر نمایید. بعد از برگشت می توانید که در هنگام صحبت‌های برگشت از شخص مسئول برگشتتان سوال‌هایتان را بپرسید. شخص مسئول برگشتتان شما را از پیشرفت امور درخواست اسناد سفر مطلع می سازد.